آیا میدونستی فرش میلیونی و ارزشمند که زیر پاته اگه برخی اصول رو ندونی و رعایت نکنی ممکنه فرشت محل زندگی برخی حشرات بیرحم باشه؟ با سلام، من معصومه ابوالحسن زاده‌ام و در اینجا اصول نگهداری از فرش دستباف رو بهت آموزش میدم. اسم موجود یا حشره‌ای که فرش‌ها رو میخوره بید فرشخواره یا به انگلیسی بهش میگن کارپت ماوس. اگه این موضوع برات جالب شد پس لطفاً برام یه سابسکرایب بزن. مطالب خوبی بهت آموزش میدم و فرشت کاملا سالم میمونه. علت پیدایش این کرم‌ها و لاروهای داخل فرش محل تاریک، گرد و غبار، رطوبت، محل بدون تردد و نظافت و بدون هوا و اکسیژن هست. این موجود فرشخوار نوزاد یا همون کرم حشره بالغه که شبیه پیله کرم ابریشم و حدود نیم سانت قدشه و معمولا پیله یا غلافی از پرس فرش رو به دور خودش میتنه. حالا با این روش ها که بهتون میگم فرش ها رو بید زدایی میکنی. استفاده از اسپری های مخصوص بید فرش که میتونین از داروخونه ها تهیه‌اش کنین و موقع استفاده از اون در هوای آزاد و از دستکش استفاده کنین. دومین روش سنتیه که استفاده از ترکیب محلول سرکه سفید و آب هست که به نسبت 1:1 قاطی کنیم و به پشت فرش و کف زمین بکشید. و سومین روش محلول روغن نعنا یا استخودوس هست که ترکیب چند قطره‌اش تو آب و پاشیدنش پشت و کف فرش بوی تندش حشره ها رو فراری میده. در هوای آزاد از الکل سفید یا همون ایزوپروپیل برای ضد عفونی کردن در هوای آزاد تاکید میکنم استفاده بشه. با جارو برقی پشت و روی فرش ها رو جارو بکشید و کیسه رو دور از محل بندازید یا اینکه پاکت جارو برقی رو بسوزونید. ششمین مورد آفتاب دادن چند ساعته به فرش هاست که تخم لاروها رو از بین میبره و خشک میکنه. و مهمترین و مؤثرترین مورد هفتمه که کشیدن صابون جامد پشت فرش هاست. صابون جامد بهترین و وحشتناکترین و جدیترین موردیه که حشرات رو فراری میده.